دوستان سجاد هستم از کانال یوتیوب فاطمی کارنسی. درخواست داشتیم که دیدگاه 2-3 ماهه بیت کوین رو چیکار کنیم، بررسی کنیم، ببینیم میخواد چی کار کنه این بیت کوین، روند به چه شکله. منم تصمیم گرفتم یک بار کلی باز بیت کوین، حالا تحلیل های قبل ما زنجیره‌ای به هم وصله، حتما قبلی ها رو ببین که بفهمی اینجا کوتاه مدت، البته کوتاه مدت چون قبلی هم کوتاه مدت، این دیدگاه 3 ماه 4 ماهه بیت کوین رو میخوایم مشخص کنیم. تو پیجی که از دست دادیم اینستاگرام گفته بودیم که دامیننس تتر 3 تا کف برای ما درست کرد و حرکت کرد، یک الگوی برگشتی تایم هفتگی به ما داد. خب معمولا اندازه این 3 تا کف ما باید بریم بالا تارگت بزنیم. اوکی، پس من میام، اصلا کاری به شادو ندارم، میام این 3 تا کفا اینجا میگیرم، باکسش میکنم، همینا میبرم بالا، باید ما اندازه این باکس به ما تارگت بده. اوکی، پس همینا میبریم بالا. تارگت نهایی دامیننس تتر میشه، حالا اگر من باید اینو دقیق بکشم، نهایی دامیننس تتر میشه 10-21 تارگت نهایی دامیننس تتره، سقف این باکسه. اوکی، پس این از این، یعنی ما هر چقدر الان بریم یه بالای دیگه هم بزنیم، این باید 10-21 باید بزنه، یعنی بیت کوین $51,000 $50,000. اوکی، این از این برای تایم هفتگی دامیننس تتر. دامیننس تتر این قسمت ها من کاری ندارم، قسمت بالا که نزدیک ترین به، حالا نمیشه گفت قیمت، ولی ما حالا اینجا دیگه میگیم قیمت، یک خط روند جذابی داره. یعنی این کفا رو من به هم وصل میکنم، کندلا رو روشن میکنم، اینجوری خط روند رو باید بکشی و شادوهاشو میگیرم. این خط روند بسیار معتبره، 2 برخورده معتبری داشته. خب آخرین کفی که باعث قله جدید شده رو من به عنوان حمایت مشخص میکنم. اینجا آخرین کفیه که باعث شده ما بریم قله جدید بزنیم، شادو نداره که بخوایم بگیریم، پس اینو من رنگش رو سبز میکنم به عنوان حمایت. اوکی، محدوده فیلیپ، جایی که قبلا مقاومت بوده و الان حمایت دوم ماست نزدیک به قیمت، میشه این محدوده. پس اینم به سمت جلو میکشم، شادوشم باید بگیرم، شادوشم گرفتم. پس حالا من اینو دقیق باید اینجا شادوشو بگیرم. حمایت ما روی دامیننس این باکس من یه خط بالاش میندازم که بدونی باید تا این سقف حرکت کنیم، برش میدارم فعلا. خب محدوده فیلیپ شما 8-14 و حمایت اصلی هفتگی 7-25. اوکی، این از این. هنوز زیر حمایت محدوده فیلیپ نیومدیم، این یه نشانه ای که ما باز میتونیم به سمت بالا حرکت کنیم. کندلی که تایم هفتگی زد هفته قبل، اومد کندل قبلش کامل این گالف کرد، یعنی یک سیگنال فروش روی دامیننس تتر، که نمیشه سیگنال داد، کلی دارم میگم، یعنی اینکه روی بیت کوین سیگنال خرید داده که ما یه رشدی تا 65 داشتیم. زمانی باز این تغییر میکنه، یعنی شما باید به فکر معاملات شورت روی بیت کوین باشی که 50% این کندل بزرگا بریم بالاش کندل ببندیم. اوکی، پس ما میایم این کندل بزرگ که کندل قبلش رو پوشونده را 50% مشخص میکنیم. 50% میشه 8.83 تا زمانی که تایم هفتگی کندل هفتگی بالای 8.83 نبندیم، تو نباید به فکر معاملات شورت روی بیت کوین باشی. پس من اینو یه محدودش میکنم که برای تایم‌های پایینمون قشنگ دیده بشه. پس تا زمانی که بالای حالا شد با محدودش 8.88 نرفتیم، تو حق نداری به فکر معاملات شورت روی بیت کوین باشی. این چیزاییه که ما تایم هفتگی داریم می‌بینیم. اوکی، نکته بعدی چیه؟ RSI هفتگی تا زمانی که نرفته بالای خط 70 دوباره، باز تو به معامله شورت روی بیت کوین فکر نکن، باید بره بالای خط 70 تا ما به فکر معاملات، به فکر فروش بیت کوین باشیم یا به فکر معاملات شورت. این هم هفتگی RSI دامیننس تتر. یه خط روند جذابم اینجا داره. خط روند برای اینکه کف‌ها رو دقیق بگیرم از کانال استفاده میکنم، کف‌ها رو دقیق میگیرم. خب ببینید شما آخرین کفی که باعث شده قله جدید بزنیم، این قله رو بزنیم، این حمایتیه که اینجا برات میکشم. این برای چیه؟ اگر تایم هفتگی بیایم زیر 44.09، یعنی روند تو تایم هفتگی توی بیت کوین تغییر کرده، یعنی که روند کلا تو بیت کوین صعودی شده. پس خیلی مهمه 44 را بهش دقت کن، 44 RSI. و تا زمانی که نرفتیم بالای خط 70 به فکر معاملات شورت روی بیت کوین فعلا نباش. این هم از RSI. از لحاظ ابر کومو تایم هفتگی هنوز ابر کومو سبز و رو به بالاست. این یعنی چه؟ یعنی هنوز
پتانسیل اینا داره که بره هدف‌های بالاتر، تارگت‌های بالاتر رو بزنه، ولی فعلا بالای 8.88 به ما تثبیت نداده که بخوایم به فکر معاملات شورت مثلا یک هفته‌ای باشیم، بلند مدت باشیم. اوکی، ولی ابرکومو میگه هنوز این قابلیت‌ها داره. بریم برای تایم فریم روزانه دامیننس تتر. خب دامیننس تتر تایم روزانه، ببین چقدر حمایت و خط روند و این مقاومتمون دقیقه. اوکی، تایم روزانه من میتونم اینجا یه خط روندی رو به جلو بکشم. پس اول برای خط روند کشیدن کندلا رو خطیش میکنیم، این دو تا قله دقیق به هم وصل. حالا برای که این شادوی بالاش هم دقیق من بگیرم، خط روند رو دقیق بکش که معاملات نقطه ورود دقیق بشه. اوکی، از سمت پایینم میتونیم این خط روندی بکشیم، باز اینم از سمت پایینش. اوکی، خب تایم روزانه من یک الگوی پرچمی باز ساختم. قبلا الگوی پرچممون رو به پایین بود، ببین اینجا رو یک حرکت الگوی پرچم، الان الگوی پرچم رو به بالاست. اوکی، یعنی چه؟ زمانی که الگوی پرچم رو به بالاست ما را بیشتر اذیت میکنه، ولی مهم چیه؟ مهم اینه که الگوهای پرچم رو به بالا 80% به سمت پایین میشکنن. ببین اینجا من یه الگوی پرچمی داشتم حرکت کردم، ولی اینجا دارم یه الگوی پرچم اذیت کننده میزنم، ولی در نهایت 80% مواقع رو به پایین میشکنم. پس ما میتونیم به سمت این تارگت 10-20 حرکت کنیم و کم کم بعدش کف‌های بیت کوین ساخته بشه. خب تایم روزانه من دارم یه چیزی میبینم، یه کف دو قلوی من تایم روزانه دارم میبینم. اگر اینا خطیش کنیم، ببین یه کف دو قلو داریم میبینیم. من میام مقاومت این کف دو قلو تایم روزانه میکشم. این انس تتر بالای 8.65 کندل به بنده میتونه اندازه یه همین کف دو قلو به ما تارگت بده باز. پس ما میایم اینو یه باکسش میکنیم که اگر به سمت بالا شکست اندازه این به ما بخواد تارگت بده. حالا ببین چقدر دقیق اینو من رنگش رو سفید میکنم. بریم تو این باکس اول تا مید لاینش که میشه 8.76 و بعدم تا سقف حرکت. حالا تا سقف حرکت کنه تا کجا میشه؟ تا 50% کندل هفتگی میشه. دقیقاً جایی که گفتم ما بریم بالاش تثبیت بدیم هفتگی، میتونی به فکر معاملات شورت روی بیت کوین باشی. پس منتظریم بالای این 8.65 کندل روزانه ببنده، یک کندل بالاش با کمترین شادو ببنده که ما بتونیم حداقل تا 8.88 روی برعکسش روی بیت کوین یه معامله شورتی کوتاه مدت بگیریم. این مقاومت برای کسایی بود که هفتگی معاملات یه معامله باز میکنن، یک هفته میخوان 2 هفته این معامله باز باشه. این چیزی که دارم میگم با شکست 8.65 تایم روزانه میتونی یه معامله 2-3 روزه یه شورت روی بیت کوین بگیری. پس اینم از این. خب یه جور دیگه هم میشه نگاش کرد. اگر این مقاومت ها نشکست خب و اومد زیر این کف که ما تو تحلیل قبلی اومدیم اینا بررسی کردیم، زیر 8.43 که میشه حمایت روزانه تثبیت داد، خب شما میتونی تا 8.14 و FVG که تایم روزانه داریم معامله لانگ روی بیت کوین داشته باشه. یه FVG اینجا داریم که تو تحلیل قبلی گفتم تلاش اینه که این FVG پر بشه. چرا؟ چون تو بیت کوین هم هست و تو بیت کوین ما روی 67700 که FVG مونه 300 میلیون دلار لیکویدی داریم. پس این FVG من مشخص میکنم. میدونین من نظرم چیه؟ نظرم اینه که این FVG به وسیله شادو پر میشه، نظر شخصیمه، و کندل بالای این حمایت محدوده فیلیپ بسته میشه، فیلیپ هفتگی. یعنی یک کندل بیاد، بذار من کندلشو براتون بکشم. یک کندل اینجوری، ببین کندلشو من کشیدم. چیزی که من مد نظر دارم یک کندل اینجوری بیاد FVG یا تایم روزانه پر کنه و برگرده لیکوید کنه همه رو تو بیت کوین رو برگرده. اگر بیاد زیر این حمایت ببنده کندلا که دیگه اون موقع جریان فرق داره، ما میایم باز توضیح میدیم. ولی نظرم اینه که من بیام اینجا این شادو رو بزنم، یه اوردر بلاک هم اینجا دارم تایم روزانه. حالا شادو میتونه تا پایین تر هم حرکت کنه، این بیاد اینا یه مقدارش هم برداره و سری برگرده بالای 8.14 کندلشو ببنده و حرکت صعودی دامیننس تتر شروع بشه. من نظرم روی دامیننس تتر اینه. خب این چیزی که ما داریم میگیم یه همچین حالتی به ما میده، یک حرکت اینجا محدوده‌ای که رنج میزنه و بعد باز یه حرکت به سمت پایین. هر دو حالت ما با تاییدیه وارد میشیم. یعنی چه؟ یعنی آقا خواستیم این کف دو قلو به سمت بالا شکستیم، حواسمون هست تثبیت داد تا 8.88 میتونیم روی بیت کوین شورت بگیریم. زیر 8.43 تثبیت داد ما میتونیم تا این FVG روی بیت کوین لانگ بگیریم. حالا میریم روی بیت کوین هم نشونت میدم و یک کندل اینجوری برامون ببنده، این حمایت از دست نده، حرکت کنه به سمت تارگت های بالاتری که میخواستیم. اوکی، دامیننس تتر حواست بهش باشه. اینم از این. خب نکته بعدی روی دامیننس تتر، ولی تایم هفتگی هم گفتم تا زمانی که 7.25 7.018 از دست نره ما روندمون تو تایم هفتگی بیت کوین نزولیه. اوکی، تو تایم هفتگی بیت کوین روندمون نزولی. بریم تایم 4 ساعته، فکر نکنم دیگه چیزی باشه. این حمایتی که کشیدیم جوابگوه
8.43 حتما ویدیو رو دوبار ببین که متوجه شده باشی چی گفتم. بریم سراغ بیت کوین. هفتگی بیت کوین دامیننس تتر که با دقت دیدی. الان می‌خوایم در مورد تایم هفتگی صحبت کنیم. یه کندلی اومده، این کندل اومده کامل کندل قبلی خودش رو اینگالف کرده و پوشونده، 100% رو پوشونده. زمانی که این اتفاق میفته شما حق نداری تا زمانی که زیر 50% این کندل هفتگی تثبیت ندادیم تو به فکر معاملات شورت روی بیت کوین. شورت هفتگی منظورم اون نش اسکالپا یه روز دو روز هفتگی باشه. یعنی چه عددی؟ یعنی عدد 60,000 حدوداً. حالا این یه محدوده میشه دیگه، اونجا ما محدودش کردیم، یه محدوده میشه، یه محدوده یه حمایتی میشه برای بیت کوین. اینم من برش میدارم تا زمانی که زیر 60,500 نیومده تو نمیتونی معامله شورت هفتگی باز کنی که یه هفته دو هفته برای تارگتت روش بمونی. این فقط یه نکته. تایم هفتگی آخرین کف سقفی که باعث شده ما کف جدید بزنیم باید مشخص بشه. برای بلند مدت تا زمانی که ما بالای 83,108 دلار تثبیت هفتگی یک کندل با بدنه خوب بالای این ندادیم، روند، چون سقف و کف های پایین تر زدیم، روند نزولیه. اوکی، ما برای اینکه روند کلی صعودی بشه بالای 83,100 دلار باید تثبیت بدیم. این از تایم هفتگی. بریم روزانه. تایم روزانه برعکس دامیننس تتر، تایم روزانه باز ببین حمایتی که برات کشیدم چه حمایت دقیقی. اوکی، تایم روزانه ما یک خط روندی از سمت بالا داریم، میایم این خط روندا میکشیم سمت بالا و پایین. من این خط روندا کشیدم. اگر توجه کنی سری قبل که می‌خواستیم اصلاح کنیم، خب بیت کوین این الگوها همیشه تو ریزشاش میزنه، اصلاح میکنه، یه الگوی پرچم رو به بالا اصلاح، دوباره یه الگوی پرچم رو به بالا اصلاح. اگر دقت کنی این الگوی پرچم رو به پایینه که این الگوهای پرچم رو به پایین در نهایت 80% تو دامیننس تتر برعکسش گفتم رو به بالا میشکنن. پس باید حواست باشه ببینی کجا کف بیت کوین ساخته میشه که الان در موردش صحبت میکنیم. فعلا یه همچین چیزی برام من ساخته ای که نهایت کفش میشه حدوداً 55,000 دلار تو این الگو. اوکی، حالا تا زمانی که ما زیر 60,500 نیامدیم به فکر معاملات شورت نیستیم. از سمت بالا برای اینکه تو یک معامله‌ای داشته باشی خطیش می‌کنی ببینی کجا گیر کرده بیت کوین. همین جایی که هستیم برخورد زیاد داشته. کندل رو روشن می‌کنیم تا زمانی که بیت کوین بالای 4298 کندل روزانه نبسته تو معامله لانگ هم باز نمی‌کنی. پس این وسط تو کاری انجام نده. ببینیم رو این حمایت که ما روی 60,700 حدود 250 میلیون دلار هم این طرف لیکویدی داریم. خب اینجا الگوی برگشتی ببینی برای معامله لانگ حداقل تا این مقاومت 64,298 بالای اینم شکست، تارگت ها رو بهت میگم. پس وسط کار فعلا معامله‌ای باز نکن. میتونی وسط اینجا روی این حمایت دنبال لانگ بگیری، روی این مقاومت دنبال شورت، ولی چون این برخورد بالا زیاد شده به نظر من این دفعه اگه بریم میشکنیمش. خب اگر اینا شکستیم قله بعدیمون میشه این محدوده 66,994 یا 67,000 دلار. FVG که گفتم دنبالشند، قیمت داره زور میزنه بیاد این فر ولو گپا پر کنه که از 67,500 شروع میشه تا 70,752. خب شما میدونین که اگر ما این مقاومت رو بشکنیم اندازه و این خط روند رو به بالا بشکنیم با مقاومت هم پوشانی هم داره، اندازه این الگو فعلا میتونیم رو به بالا حرکت کنیم. حالا من اینا رنگش سفید میکنم که ببین این الگو من میارم اینجا، ببین دقیقه بالای FVG میزنه 71,300. پس چی شد؟ دو تا تیپی داریم بعد از شکست این مقاومت، تیپی 67 و 71,460. تایم یک ساعته به نظر من ما میتونیم تا 60,700 که تو تحلیل قبلی هم گفتم حرکت کنیم، ولی این اومده یکم پیچیدش کرده، اومده دو تا ABC برا من زده. حالا این میتونه در اصل یه A و یه BC داشته باشه. این میشه یه A یه B داشته باشه تا همین محدوده و یه C. خب حالا اندازه یه موج A بخواد حرکت کنه ببینیم دقیق تا کجا میتونه. به نظر من موج B همین جاها تموم شده. این نظر منه. به نظر من موج B یکم بالاتر اینم میتونه حرکت کنه، میتونه تا 63,000 دلار حرکت کنه که فاصله زیادی نداره و اصلاحش تا 60,500 شروع کنه. اوکی، این نظر منه. خب یکی میگه آقا اگر نزد چیکار کنیم؟ تو حق نداری شورت بگیری اگر نزد تا زمانی که اینجایی که بهت میگم بشکنه مقاومت اصلی 64,300 دلار به سمت بالا بشکنه تو برو لانگ دا بگیر. اگر این کندل یک ساعته اومد کندل قبلش این گالف کرد به تو ورود داد میتونی تا 60,600 معامله شورت بگیری، ولی توصیه من اینه که وسط راه دنبال معامله نباش روی این حمایت و بعد از شکست این مقاومت بهتره که تو
ترید کنی. اوکی، حمایت 60500 از دست داد، میایم روی $58000 فعلا روی خط روند کفمون که بعدش میایم باز تحلیل میکنیم. من همین محدوده رو بخوام یک پی او سی ازش در بیارم، از لحاظ اندیکاتوری تایم روزانه RSI اولیه چکی بکنیم. خب برای اینکه از لحاظ RSI تایم روزانه RSI بیت کوین باید بره بالای 54 53 به تو داده باشه مقاومت RSI 54 53. اوکی، این از این اومد زیر خط سی هم RSI یه سیگنال فروش پرقدرتی بتونه، چون آخرین کفیه که باعث قله زدی شده. این از RSI. ابر کوموی تایم روزانه، ابر کوموی تایم روزانه هنوز قرمزه. خب یکی از نکاتی که تو باید رعایت کنی، اگر ما وارد این ابر شدیم تا سقف ابر که داره به من همون تیپی ببین چقدر دقیق داره $71000 رو نشون میده، سقف ابر کوموی قرمز، میتونیم حرکت کنیم. پس بریم توی ابر. حالا بذاریم من ابر کومو رو خطای دورش رو فعال کنم، وارد ابر کومو بشیم تا سقفش که میشه $71000 میتونیم حرکت کنیم و تو همین ابر شروع کنیم بیایم به سمت پایین. اینم مقدوره. اوکی، حواست به ابر کومو تایم روزانه باشه. یه محدوده یه پی او سی هم تایم روزانه من در بیارم ببینم کجاها حجم بیشتری داره. خب یکی از جاهایی که حجم بیشتری داره به عنوان حمایت 60150. پس برای اینکه من حمایتم دقیق تر بشه اینا تا 60150 60165 نباید زیر این حرکت کنیم، چیزی سر راش نیست تا 58691. از سمت بالا خود محدوده پر حجم پی او سی که داره به من نشون میده $62700 میگه تایم روزانه بالای $62700 ببندیم میتونیم حرکت صد. این وی ریت 65%. پس $62700 هم حواست بهش باشه. مجموعه پر حجم بعدی دقیقاً روی مقاومت اون $64300، چیزی سر راهش نیست تا حجم بعدی $65800. اوکی، پس اینم از این. حتما کانال ما رو داشته باش، کانال تلگرام هم واسه تو داشتم، اونجا هم تحلیل میذاریم. حتما ویدیو رو لایکش کن، نظرت هم واسه هم کامنتش کن.